بامیه با کیفیت یکم فوت و فن داره. اگه همه این نکاتی که بهت میگم رعایت کنی، یکی از بهترین بامیه های دنیا رو تو داری. کره و آب رو به همراه شربت بار روی حرارت قرارش میدیم. وقتی که مخلوط شد و به جوش اومد و قلای ریز داشت میزد، به یک بار آرد رو بهش اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم و به مدت 7 دقیقه روی گاز به اصطلاح داغ میزنیم. حرارت پایین باشه که خمیر نسوزه و خوب انجامش بدین که توی کیفیت بامیتون خیلی تاثیر داره. با حوصله انجام بدین. بعد از اینکه به خوبی خمیر رو داغ زدین، داخل یه ظرف پهنش کنین تا از دما بیفته ولی خیلی سرد نباشه و تخم مرغ دونه بدونه همراه وانیل اضافه میکنیم. تخم مرغ سومو که اضافه کردین، غلظت باید اونطوری باشه که بهتون نشون دادم. و بعد از اون داخل قیف و ماسوره آچاری میریزیم موادو و توی روغن سرد پایپ میکنیم. حرارت ملایم بپزین تا داخل بامیاتون خوب پخته بشه و خمیر نباشه. وقتی که خوب پخت و تغییر رنگ داد، داخل شربت بار میقنتونیمشون و به مدت 1 دقیقه میذاریم که بمونه تا خوب شرط به خورد بامیه بره. اگه خمیر اضافه اومد و خواستین دوباره پایپ کنین، باید بذارین که روغن دوباره سرد بشه. اینم از بامیه های خوشمزه‌مون که اگه یک بار امتحانش کنید دیگه لب به هیچ بامیه ای نمیزنی. پس حتما امتحانش کن. من ممنونم که تا پایان ویدیو منو همراهی کردی. توی پست قبلم آموزش شربت بار رو براتون گذاشتم. پست بعدیمم آموزش زولبیاست. ممنونم. نوش جونتون.